سلام دوستان، خوش اومدید به پارت دوم از آموزش های ماینکرافت. امروز میخواییم واسهتون فارم ماهیگیری رو یاد بدیم که 4 دقیقه بیشتر زمان نمیبره ساختنشون، خیلی آسونه و من یه بار ساختم و یه مشکل واسهش پیش اومد، ولی باید اینطوری بسازینش. اول از همه ما نیاز به بلاکی داریم که نسوزه. 2 تا اینجا میذاریم، 2 تا اینجا و یه دونه هم اینجا تا به این شکل به علاوه در بیاد. یه چیز اینجا میذاریم، ترپدورا رو به این شکل میذاریم که اینطوری باز بشن و حالا میشینیم زمین رو دور چست و ساین میذاریم. روی چست هم میگیریم میشینیم و یا آب میزنیم. حالا کافیه که بیایم و 3 بلاک رو از پایین بکنیم. حالا 3 بلاک این ورش، 3 بلاک هم این ورش. باید یه همچین چیزی رو با اون 3 بلاک بکنید. اینجا هم یه حالت پله مانند میذارید، 2 تا چست اینجا میذارید، میشینید و روی چست یا هاپر میزنید تا بچسبه. یه بلاک روی هاپر میذارید، یه ریل روش و یه دونم ماینکارتی که هاپر داشته باشه. خیلی مهمه هاپر داشته باشه. حالا اگه ریل افتاد روی چست بدین که فرمتون تا اینجا درسته. حالا میشینید و دور اینجا رو ساین میذارید. پشت ماینکارت هم میذارید. حالا میایید و دوباره بلاکی که نسوزه، چرا ترپدور گذاشتم، بلاکی که نسوزه مثل درت یا سنگ میذارید. یه دونه لاوا میزنید روی. حالا این بلاک این بغل هم میکنید و یه دونه باکت آب که روش هر ماهی باشه به جز پاپرفیش میذارید و میذارید. مثلا من ماهی کاد گذاشتم. فرم هم همین بود. اینجا هم میایید یه خاک میذارید که برات مزاحمت نشه. حالا میایید ماهیگیری میکنید با یه دونه قلاب ماهیگیری، اینطوری میاد و وقتی اینو باز کنید باید توش یه چیزی باشه. حالا میاید و حالا چه چیزایی میتونید از این فارم به دست بیارید که درست مثل ماهیگیری معمولی، ولی من بازم میگم پافرفیش، 3 نوع ماهی، کاد، سالمون و از این ماهی دلقک ماهی، نیم تگ که آیتم با ارزشی سدل، رنگ سیاه، صدف یا همون نادیس شل، چرم، اینا، یه دونه بطری آب و استیک و استرینگ. و با ارزشترین آیتم هم این چنده که حالا هر این چندی میتونه باشه که کمیاب ترینش هم مندینگه. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.